داستانی از دختری از برج بادها در دل سرزمین‌های فراموش شده جایی بود به نام برج بادها. برج بلند و پوشیده از مه، جایی که گفته میشد زمان اونجا خوابیده و در بلندترین طبقه‌اش دختری زندگی میکرد که قلبش سالها پیش یخ زده بود. میگفتن اون دختر معشوقی یکی از نگهبانان آسمان بوده، اما یه شب نگهبان رفت و بر نگشت. از اون شب باد هر شب با صدای آه دختر از برج عبور میکرد. هیچ کس نتونست به طبقه آخر برسه، چون فقط کسی که دلش از جنس عشق باشه میتونست پله ها رو تا بالا بره. سالها گذشت و این که پسری از مردم دشت های دور شنید که توی برج دختری هست که هر شب ستاره ها رو گریه می اندازد. اون نه شاهزاده بود نه قهرمان، فقط دلی داشت که همیشه دنبال نجات کسی بود. سفر کرد، از بیابونا گذشت، با طوفان‌ها جنگید تا رسید به پله‌های برج. همه میگفتن نمیتونه بالا بره، ولی پسر فقط گفت من نمیخوام قهرمان باشم، فقط میخوام یکی از تنهایی نجات بدم. پله‌ها زیر پاش روشن شد، مه کنار رفت و وقتی رسید به طبقه آخر دختر رو دید نشسته کنار پنجره با چشمای شبیه آسمون‌های ابری. پسر گفت تو سالها منتظر موندی، نه برای کسی که دوستت داشته باشه، برای کسی که بمونه، و من اومدم، نه برای تمام کردن داستانت، برای اینکه تازه شروعش کنیم. اون شب برای اولین بار باد آروم شد، برج لرزید و ستاره ها لبخند زد. پیام داستان این است که عشق واقعی اون نیست که با صدای بلند بیاد، و اونیه که تو سکوت تا آخرین پله آروم میاد بالا، فقط برای این که تو تنها نباشی.